برنامه رو با خاطره از دوران نوجوانی شروع میکنم. ممکنه ربطی نداشته باشه. بابام بهم پول داد برم قبض برقو بدم، اما رفتم بلیت قرعه کشی یه ماشین نو خریدم. وقتی برگشتم خونه یه کتک سیر از بابام خوردم. اما صبح روز بعد وقتی که بابام بیدار شد در رو باز کرد، ماشین جلو در بود. همه گریه کردیم، از همه بیشتر من، چون ماشین اداره برق بود، اومده بود برقمون رو قطع کنن و من یک کتک سیر دیگه از بابام خوردم. نوشه جان ناکس همچی ایزگو میکنی اول کار ممکنه ربطی نداشته باشه. فقط بسیجی مشهنگ نفهمیدن که تو داشتی رئیسی رو میگفتی که عظما یه مأموریت بهش داد ولی این را بند و آب داد، خود عظما رو همچی کامل ضایع کرد. حقشه که کتک بخوره، اونم 2 بار. مقام عظما ضایع شد؟ الان وضعیتش چطوره؟ تو انتخابات به هدفش رسید یا شکست؟ خدای دکتر الان وضعیت مقام عظما طوریه که گوسفند گازش میگیره. خیلی عذر میخوام آقای دکتر، گوسفند که گاز نمیگیره. تو باز پابرانه پریدی وسط بحث استراتژی. من دارم میگم عظما اینقدر ضعیف و بدبخت بیچاره شده که گوسفندهای نظامم الان گازش میگیره. آخه با این وضعیت داغون انتخابات که ترسیم کردین خوب شد، تموم شد، راحت شدیم آقای تو خواب دکتر. دیدی خیر باشه. کجاش تموم شد؟ کجاش راحت شدی؟ پسا انتخابات از انتخابات 10 برابر ضایع‌تره. زهر پارتی عظما تازه شروع شده. کوکتل زهر همه تو دستش داره میچرخه. بلایی داره به سرش میاد که آرزو بکنه که سالی 3 تا انتخابات میذاش ولی این روزا نمیدید. مرحوم ابوی همیشه میفهمیدن بزن بهادر. عرض کردم بله. میفهمدن که یارو با دوچرخه رد میشد، گوشه فرمونش کشید به آینه بغل یه بنزی که اونجا پارک کرده بود. یه خط ریزی افتاد رو آینه. طرف درست کار بود، پیاده شد ولی هرچی گشت صاحب بنز رو پیدا نکرد. گفت خب باشه یه یادداشت براش میذارم. صاحب بنز که اومد یادداشت رو دید نوشته که دوست عزیز معذرت میخوام که یه خط کوچیک رو آینه‌تون انداختم. من خیاطی دارم تو نارمک، لطفاً تشریف بیارین اونجا که ضمن عذرخواهی خسارت هم بدم خدمتتون. البته ببخشید که قلم و کاغذ نداشتم، با نوک چاقو رو کاپوت ماشینتون نوشتم. آدرس و کروکی محل کار رو صندوق عقب کشیدم. جا نشد بقیه‌اش رو در سمت چپ نوشتم. تلفن خونم که رو در سمت شاگرد هک کردم. اگه پیدام نکردین تلفن یه چند نفر از اقوامو رو سقف ماشین نوشتم. منتظرتون هستم. یعنی الان این فضاحت‌های رئیس سازی که رو میشه و تهدید رئیسی که میگه میخوام تشکیلات مردم نهاد را بندازم و مطالبات رو دنبال کنم و این روحانی که میگه نهادهای فراقانونی همون یادداشت‌های نوک چاقویی آقای تازه کجا شد دیدی؟ به جای اینکه داستان رئیس‌سازی رو درس بگیره که بوش بیشتر از این بلند نشه، عین مشنگا تازه میگه 3 میلیون نفرم تو صف جا مونده بودن که باید حساب بکنیم. خلاصش عظما زهر کم داشت، یک زهر مخلوط از همه چی براش درست کردن دادن دستش. حالا توی این شلوغی شقه بعد از انتخابات رئیسی میخواد داستان تقلباتم رو بیاره. عقلش نمیرسه، فهمیدی؟ باید نوکشو بچینیم که این کارو نکنه. هنوزم میخواد بگه که منو باید تو صندوق میکشیدم بیرون. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر. عرض کردم بله، میفهموندن که شتره با گور خره مسابقه 2 داد، گور خر خب برنده شد. شتره گفت قبول نیست، تو لباس ورزشی پوشیده بودی. روشن شد یا بفرستم به مسابقه 2 با لباس ورزشی. سردار نقدی نوشته چرا اینقدر این بسیجه بدبخت رو میترسونین؟ چرا همش میگین این ائتلاف‌های منطقه علیه ماست؟ شاید دارن برای خودشون ائتلاف میکنن. هر وقت که این نقدی حرف میزنه من یاد این ضرب المثل مهم استراتژیکی میفتم که میگه نفهمی مرضیه که طرفو نمیکشه ولی اطرافیانو دغمرگ میکنه. بعد 10 بار که بالا تا پایین نظامو به اسم نشونی دادن تازه میگه شاید دنبال ما نباشن. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفهموندن که دیوونه به دکتر گفت احساس میکنم خیالاتی شدم، همش فکر میکنم که یه عده‌ای دنبالم هستن و میخوان منو بگیرن.
دکتر گفت از کی اینطوری شدی؟ طرف گفتش که درست از همون روزی که از تیمارستان فرار کردم. آیه دکتر این نقدی مشنگو ولش کنین، راحلاش تو سرش بخوره. ولی حاجی روحانی گفت که تو سوریه هم یه مقداری باید اصلاحات بشه. این موضع‌گیری بسیار پیچیده فشار رو از رو نظام کلان ور میداره. آیه دکتر تو بیا فعلا فشار رو رو اعصاب من وردار ناکس. از این حرفای مشنگی نزن که آدم اعصابش خط خطی میشه. آخه کل دم و دستگاهمون با این همه لشکری که اونجا داریم لو رفته. بعد تو دلت خوشه به یه جمله باده هوایی حاجی روحانی. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه میخواست شیشه نوشابه رو بذاره تو یخچال، جا نمیشد. یه کمی ازش میخورد دوباره امتحان میکرد ببینه جا میشه یا نه. فهمیدی یا نه؟ همچین که این کار کرد از زور خنده کمپرسور یخچالم ترکید. آیه دکتر سوال آخر، حاجی روحانی گفت از تهدیدات منطقه بین‌المللی نباید بترسیم، هر جا لازم باشه آزمایشاتمون هم میکنیم. ولی همون موقع صداش میلرزید. خب چرا شما یه خود مقام عظما اصلا جلوشو نمیگیرن که یه مدتی کلا حرف نزن، این نوکشو بچینین ممنوع کلام بشه که این چنین از وضعیت نظام لو نده؟ حتما باید یه ژست و پوز کشکی خرابکاری بر بیاره. آیه دکتر یه جاهایی مجبوری بذاریم که طرف پرت و پلاهاشو بگه تا بفهمم چشه. چه فایده که من همینجوری خودم حرف درست رو بذارم بعد نفهمم که اون طرف چقدر نفهمه. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض کردم بله میفهمودن که مشنگه بچه‌شو برد چشم پزشکی. موقعی که دکتر حرفایی رو تابلو رو میپرسید که نمره عینک رو در بیاره، این یواشکی از پشت به بچهش میرسوند که نمرش خوب بشه. روشن شد یا بهت برسونم که نمره بره بالا. قربونت برم، تو هم برای به جای روشن کردن منو هی اینجوری با تو قبقب انداختن و حرف زدن از نظام و این که مقام عظما شده. هیچ پوچ خون به پا میکنی. من چه خون به پا کردم؟ میخوام بگم که به این مقام عظما گور خر گفتی.